جمله فقط افراد باهوش و با یک بالا این مشکلات را دارند در نگاه اول جذاب و حتی دلگرم کننده است. اما پشت آن لایه‌های عمیق روانشناختی، سوبرداشت‌ها و حتی خطراتی وجود دارد. در ادامه این جمله را کامل، دقیق و بدون اغراق بررسی می‌کنم. 1. چرا این جمله اصلاً مطرح می‌شود؟ این جمله معمولاً وقتی گفته می‌شود که درباره مشکلاتی مثل موارد زیر صحبت می‌کنیم، فکر کردن بیش از حد، overthinking، نارضایتی دائمی از خود و زندگی، احساس تنهایی عمیق، کمال گرایی فلج کننده، بی‌انگیزگی با وجود اهداف زیاد، حساسیت زیاد به رفتار و حرف دیگران، اضطراب وجودی، معنای زندگی، مرگ، آینده. در بسیاری از پژوهش‌ها دیده شده که افراد با توان شناختی بالا بیشتر درگیر این نوع مسائل می‌شوند. اما این به معنی فقط نیست. 2. ارتباط هوش بالا با این مشکلات چیست؟ 1. ذهن فعالتر، رنج بیشتر. افراد با یک بالا بیشتر تحلیل می‌کنند. کمتر ساده می‌پذیرند. مدام دنبال چرا هستند. این باعث می‌شود ذهنشان کمتر خاموش شود. نتوانند مثل بعضی‌ها بیخیال باشند. مدام سناریوهای مختلف را بررسی کنند. نتیجه اضطراب، خستگی ذهنی، بیخوابی و احساس گیر افتادن. 2. شکاف بین فکر و عمل. افراد باهوش ایده‌های بزرگ دارند. آینده‌های پیچیده را تصور می‌کنند. استانداردهای بالایی برای خود می‌سازند. اما عمل کردن سخت‌تر از فکر کردن است. ترس از ناقص بودن آنها را متوقف می‌کند. نتیجه می‌دانم چه باید بکنم ولی نمی‌توانم شروع کنم. این حالت اغلب اشتباهاً تنبلی نامیده می‌شود، در حالی که بیشتر فلج ذهنی است. 3. تنهایی افراد باهوش. افراد با هوش بالا معمولاً کمتر احساس هم فکری عمیق می‌کنند. حرف‌هایشان برای دیگران زیادی فلسفی یا پیچیده است. زود حوصله‌شان از گفت و گوهای سطحی سر می‌رود. نتیجه تنهایی حتی در جمع. 3. اما این جمله یک خطر بزرگ دارد. فقط افراد باهوش این مشکلات را دارند غلط است. این مشکلات می‌توانند ناشی از عوامل زیر هم باشند: اضطراب، افسردگی، تروما، فشار اجتماعی، تربیت سختگیرانه، مقایسه دائمی، شبکه‌های اجتماعی. اگر بگوییم فقط افراد با یک بالا دچار این مشکلات می‌شوند، درد دیگران را بی‌ارزش می‌کنیم. بعضی افراد فکر می‌کنند چون رنج می‌کشند، حتماً باهوشند، خودفریبی. بعضی فکر می‌کنند اگر باهوش نیستند، پس حق رنج کشیدن ندارند. 4. چرا این جمله برای بعضی‌ها جذاب است؟ چون به رنج معنا می‌دهد. احساس خاص بودن ایجاد می‌کند. درد را توجیه پذیر می‌کند. اما اگر درست فهمیده نشود، جلوی درمان را می‌گیرد. باعث ماندن در رنج می‌شود. 5. نسخه دقیق‌تر و سالم‌تر جمله. به جای آن این جملات درست‌ترند. افراد باهوش بیشتر مستعد بعضی مشکلات ذهنی هستند. هوش بالا می‌تواند هم نعمت باشد هم بار. درک عمیق‌تر دنیا گاهی دردناک‌تر است. 6. جمع‌بندی نهایی. بله، هوش بالا می‌تواند احتمال بعضی مشکلات را افزایش دهد. نه، این مشکلات مخصوص افراد باهوش نیست. مهمترین نکته: رنج تو واقعی است، چه با یک بالا، چه بدون آن. و می‌شود یاد گرفت با ذهن عمیق، زندگی آرام‌تری ساخت. لطفاً کانال ما را لایک و سابسکرایب کنید. چطور افراد باهوش می‌توانند از این مشکلات عبور کنند را عمیق، کاربردی و مرحله به مرحله بررسی می‌کنیم. عبور افراد باهوش از مشکلات ذهنی رایج. نکته مهم: هدف این نیست که کم فکر شوی. هدف این است که کنترل فکر را از دست فکر پس بگیری. 1. اولین گام: تغییر دشمن فرضی. بیشتر افراد باهوش فکر می‌کنند مشکلشون این است: من زیادی فکر می‌کنم. اما حقیقت این است: مشکل تو فکر کردن نیست، رها نکردن فکر است. افراد باهوش یاد می‌گیرند فکر ابزار است، نه محل زندگی. لازم نیست هر فکری دنبال شود. هر مسئله‌ای ارزش حل شدن ندارد. تمرین ساده: هر وقت ذهنت شلوغ شد بپرس: آیا این فکر الان عمل می‌خواهد یا فقط نشخوار است؟
اگر عمل ندارد رها می شود. 2. مدیریت overthinking، نه حذف آن. افراد باهوش معمولاً با حذف فکر شکست می خورند، اما با قانونگذاری برای فکر موفق می شوند. قانون طلایی، من فقط در زمان مشخص حق فکر کردن دارم. مثال، روزی 30 دقیقه زمان فکر عمیق. خارج از آن. الان وقتش نیست، بعداً. این کار به ذهن امنیت میدهد چون میداند نادیده گرفته نشده، فقط زمان بندی شده. 3. شکستن کمالگرایی فلج کننده. افراد باهوش اغلب این الگوی خطرناک را دارند: اگر عالی نباشد، شروع نمی کنم. راه عبور، استاندارد شروع، استاندارد پایان. شروع افتضاح هم قابل قبول. ادامه بهتر شدن. پایان نزدیک به ایدئال. افراد موفق باهوش به نسخه بد اولیه افتخار می کنند. 4. حل تضاد ذهن بزرگ و انرژی محدود. ذهن تو سریعتر از بدنت حرکت می کند، این باعث ناامیدی می شود. راه حل حرفه‌ای، کوچکسازی بیرحمانه عمل. امروز کل مسیر زندگیم را درست می کنم. 10 دقیقه فقط همین یک کار. مغز باهوش با شروع‌های کوچک آرام می شود، نه با برنامه‌های بزرگ. 5. تنهایی ذهنی، تبدیل ضعف به انتخاب. افراد باهوش اغلب تنها هستند چون ارتباط عمیق می خواهند. حرف سطحی خستشان می کند. 2 انتخاب سالم، 1 دایره کوچک ولی عمیقه. 1 یا 2 نفر کافی است. 2 تنهایی آگاهانه، نه تنهایی تحمیلی. تنهایی زمان رشد، نه مجازات. افراد باهوش بالغ تنهایی را مدیریت می کنند، نه اینکه با آن بجنگند. 6. تنظیم حساسیت بالا، High Sensitivity. حساس بودن نشانه ضعف نیست، پردازش عمیق است. مهارت کلیدی، تفکیک احساس از واقعیت. من ناراحت شدم، طرف قصد بد داشت. فکر من قوی است، حتما درست است. نوشتن احساسات قبل از تصمیم گیری معجزه می کند. 7. معنا دادن بدون فرسودگی. افراد باهوش دنبال معنا هستند و اگر پیدا نکنند، خسته می شوند. حقیقت مهم، معنا ساخته می شود، کشف نمی شود. لازم نیست پاسخ نهایی زندگی را بدانی. کافی است معنای امروزت را داشته باشی. 8. جمع‌بندی نهایی، خیلی مهم. افراد باهوش وقتی آرام می شوند که فکر را ابزار می کنند، نه هویت. کامل بودن را از شروع جدا می کنند. عمل کوچک را جدی می گیرند. تنهایی را مدیریت می کنند، نه انکار. ذهن عمیق با مهارت عمیق آرام می شود، نه با سرکوب.